در تاریخ 7 مه 1998 در شهر ویچیتای ایالت کانزاس آمریکا نوزادی به دنیا میاد که اسمشو جیمی دونالدسون میذارن و بعدها معروف میشه به مستر بیست. اون عمدتاً در شهر گرینویل بزرگ میشه و در سال 2016 از دبیرستان مسیحی گرینویل فارغ التحصیل میشه. جیمی دونالدسون در دوران دبیرستان به بیماری کرون مبتلا میشه و این باعث تغییر رفتار و شخصیتی اون میشه. مستر بیست بعد از فارغ التحصیلی برای مدت کوتاهی در دانشگاه تحصیل میکنه. اون در سال 2012 تو سن 13 سالگی شروع به فعالیت در یوتیوب میکنه، اما در ابتدا چندان موفق نمیشه تا اینکه در سال 2017 سبک خودش رو عوض میکنه و شروع به ساخت ویدیوهای عجیب و چالش برانگیزی مثل شمارش تا 100,000، نشستن تو وان آب، خوردن هزاران قطعه پلاستیک و غیره میکنه و این ویدیوها باعث جذب تعداد زیادی از بازدید کنندگان میشه و محبوبیت مستر بیست را بیش از پیش افزایش میده. اما اون چه مستر بیست را تو صدر قرار میده ویدیوهای نیکوکارانه است که در اونها پول، هدیه و جایزه به دیگران میده. این ویدیوها نشان میده که مستر بیست فقط یک یوتیوبر ساده نیست، بلکه یک فعال خیریه و مردم دوستم هست. اون با اهدای پول به فقیرا، خرید خونه و ماشی برای دوستاش، حمایت از کسب و کارهای کوچک، برگزاری مسابقات با جایزه‌های بزرگ و حتی ایجاد رستوران خودش به نام مستر بیست برگر نشان داد که چگونه میتوان با استفاده از یوتیوب تفاوت مثبتی تو جامعه ایجاد کرد. مستر بیست همچنین یک کارآفرین و بنیانگذار چندین شرکت و بنیاد خیریه هم هست. تو سال 2019 شرکتی را راه اندازی میکنه که به تولید و فروش محصولات غذایی میپردازه. اون در سال 2020 بنیاد تیم تریز را به همراه دیگر یوتیوبرها تأسیس میکنه که هدف اون جمع‌آوری پول برای کاشت درخت است. این بنیاد تونست بیش از 23 میلیون دلار کمک مالی جمع‌آوری کنه و بیش از 20 میلیون درخت را در سراسر جهان بکاره. در سال 2021 اون بنیاد تیم سبز را به همراه دیگر یوتیوبرها تشکیل داد که هدف اون جمع‌آوری پول برای حفاظت از اقیانوس‌هاست. این بنیاد نیز موفق شد بیش از 30 میلیون دلار کمک مالی جذب کنه و به حفظ و نگهداری محیط زیست دریایی کمک کنه. عزیزان، مستر بیست یکی از یوتیوبرهاست که در صدر قرار داره. درآمد مستر بیست از چندین منبع مختلفه، یعنی علاوه بر یوتیوب از شرکت‌ها و برندهای معروف مثل هانی، کویرا، VPN هم حمایت میکنه. علاوه بر اینها از طریق فروش کالاهای جانبی با نام تجاری بیست که شامل لباس، کلاه، کوله پشتی، جوراب، لوازم التحریر و غیره هست کسب درآمدم میکنه. جالبه بدونید قسمت بزرگی از فروش کالاهای جانبی رو به فقرا اختصاص میده و در حال حاضر مستر بیست به عنوان سومین چهره پرطرفدار در جهان شناخته شده. خب دوستان گل، امیدواریم از این انیمیشن هم خوشتون اومده باشه. منتظر انیمیشن های جذاب بعدی باشید.